مقربین را خدا میگه. سوره واقعه آخرش حالات محتضر را بیان میکند. الله تعالی میگه منکران قیامت، اگر شما میگه قیامتی نیست، جلوی مرگ را بگیرید. یکی از دلایل قیامت مرگ. مرگ وقتی میخواهد بیاید شما جلوی مرگ را بگیرید. الله تعالی میگه هیچ قدرتی نیست. من وقتی هر کس را میخواهم بکشم و انتم حینئذ تنظرون، شما دیگه نشستید و دست را بالای دست میگیرید. جز نگاه کردن حضرت دکتر صاحب، حضرت مفتی صاحب، حضرت مولانا صاحب، حضرت بادشاه صاحب، حضرت صاحب مال دارد جان میدهد و هیچ قدرتی نیست که جلوی مرگ را بگیرد. یکی از دلایل قیامت مرگ است. الله تعالی میگه ان کنتم غیر مدینین ترجعونها. خب بعد از مرگ چی؟ الله تعالی میگه هر انسانی که به مرگ حاضر میشد اینو میگه محتضر، از سه حالت خالی نیست. فاما ان کان من المقربین، این انسانی که به کام مرگ افتاده است از مقربانه، از انبیاء، از صدیقین، از شهدا، با او چه معامله میشه؟ فراح و ریحان و جنت نعیم. شما میگه نه روحا دارن میاید، روحا دارن میاید، حاضرن. حالا میگه میبین آمد. الله تعالی میگه مقرب فراح و ریحان و جنت نعیم. وقت تمام شد. فراح و ریحان 10 دقیقه واحد قبلی وقت من گرفته، منم باید بگیم ولا نگید. خب ها کی آدمی؟ ها چشم خشمت. اگر از مقربین است فراح و ریحان و جنت نعیم، او دیگه اگر احوال روسیایی ها نعمت الله خبر بشه اونا خوشحال میشه. شما خودتان میگین یک عالم دلسوز از بی‌نمازی مردم رنج میبره یا نه؟ از دزدی مردم، از خیانت مردم، از رشوه ستانی مردم یک عالم دلسوز رنج میبرد. و اگر نبی هم مطلع باشد که این همه روسیایی را ما داریم، انبیا خوشحال میشن یا رنج میبرن؟ حالان که میگه الله تعالی میگه فراح و ریحان و جنت نعیم الله تخافوا ولا تحزنوا. و اگر اصحاب یمینه و سلام لکم من اصحاب الیمین، و اگر از مکذبین ضالین بوش و بله رو همکارش هستند و فنزل من حمیم و تصلیت و جهیم. چرا اینها جواب نمیدن؟ و هم من دعایهم غافلون. و اذا حشر الناس، خب قیامت بر که مشکلی حل میکنه.